سلام، شما خوبین؟ سامان بی خانمان که قیافش شبیه بغض یا کریمه، دیشب زنش با دامن جذب لعنتش از خونه انداختش بیرون و ریده تو اعصابش. اینم امروز داره میرینه تو خوراک مردم. از تو به اینقدر پای روغن گفته ای زن توف شرف توف به معرفتت، کل روغن رو پر توف کرده که سرخ کردن برای روغن آرزو شده. بیچاره چیکار کنه، بغض کرده. داداش سامان ساسان خبررسان که زنش 5 سال پیش مثل کارتون یخچال از خونه پرتش کرد بیرون به خاطر اینکه مهریه رو یه آبم روش از بمبئی فلنگ و پیچیده توی پاکستان سوکنا گوزیده و پیتزا پیرمردی تولید میکنه و باهاش امرار یواش میکنه. ساسان خبررسان وزه برای تولید پیتزا پیرمردی به نحوی که کلی فوش مرده بدرقه راهش باشه، خمیرای از پیش گنبل شده رو تخت میکنه و با سس سگ زیردم سولاخ، پوره جربه های جولاخ، ماست سکیده اولاغ رو در چای فاضلاب میپخشون. برادر انشد این دو بزرگ نوار فرمانیامان با کشف دامن جذب ثروت مرتیکه ریشوی زیشو بین دست راستش و گذاش سیگه محرمیت خونده. سلمان برای مشتریاش با پای مرغ، دست خر، گوش گاو، گوز خرس، بریونی اوریونی میتولیده که کارشم بد گرفته. آیا میدانستید به کسانی که در سایه میرینن سایرین میگویند؟ بعد از اضافه کردن لیمو با دستان بیمو مواد و گلنزگیری میکنه و مشتریایی که پول ندارن میتونن انگشتاشو بخورن. بعد که تو جزوه های کلاس زبان ننش بسته بندیشون کرد با یه دست خر تمدار شده تزیینش مینمویه. بالاخره هر کرا ویروس خواهد زور هندوستان کشد. خداحافظ.